مقامات انتظامی کلوب 15 نفر دیگر را با اتهام افراطگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان، بازداشت کردند. به گفته خویشاوندانشان 15 مهاجر سابق کاری از دهه خانه آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر در شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سختی دارد. همکارانم این خبر را پیگیری داشتند و جزئیات آن را قبل از برنامه من از همکارم طاهری سفر پرسیدم. یک منبع نزدیک به ریاست کارهای داخلی در کلوب به رادیو آزادی گفت بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که به مقامات تاجیکستان دادند. با گفته او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب اصلاحنت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلحن حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادی درباره سیاست‌های دولت در یوتیوب برنامه نشر می‌کند گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال گذشته که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم می‌کنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در آن نام و نسب افرادی که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند نشان داده شده است. و قول مصاحب ما این مسئله فقط به کلوب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن فهرست باشند. از همکارم همچنین درباره شرح مقامات رسمی و نظر خود محمد اقبال صدرالدین پرسیدم که آیا درباره این بازداشت ها چیزی میگویند و یا گفتند. مقامات رسمی تا کنون در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیش درباره بازداشت افرادی که به افراطگرایی متهم شدند خبری زیاد نشر می‌کردند، اما درباره دستگیر شدن تقریبا 25 نفر از یک دهه شرحی رسمی تا کنون نآمده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات درباره حادثه چیزی نمیگویند و ولی به قول بعضی از آنها به والدانشان هنوز اجازه ندادند که فرزندان خود را ببینند یا معلوم نیست که آیا بازداشت شدگان وکیل دفاع هم دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاحنت را رد نمی کند، ولی به گفته او هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی تاجیکستان برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده میکنند، آنگونه که میدانیم. و گفته محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و صاحب وبسایت اصلاح است و صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان افراطی اعلام کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد میکند، اما در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه‌های محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او و یا ارسال اطلاعات و مکاتبه با این منقد حکومت به جوابگری جنایی کشیدند. تشکر همکارم طاهری سفر درباره بازداشتی 15 نفر با اتهام افراطگرایی و یا فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحن حکومت تاجیکستان، صحبت می‌کرد.